همزمان با افزایش تولید مواد نفتی در کشور، شمار از کارخانه‌های پروسس نفت خام در شمال کشور میگویند که کمبود برق، نبود زمین و بلند بودن مالیات آنان را با مشکل جدی روبرو ساخته است. مسئولان انجمن پالایشگاه‌های نفت در ولایت بلخ می‌افزایند با آنکه نزدیک به 10 فابریکه پروسس نفت خام با سرمایه‌گذاری بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی زمینه کار را برای حدود 3000 نفر در این ولایت فراهم ساخته است، اما هنوز وزارت صنعت و تجارت برای حل مشکل‌هایشان توجه جدی نکرده است. مو د امارت اسلامي حکومت څخه اعلان یو چې راشي په خپل سترګو باندې د فابریکات ذخایر سرمایه گذاری وګوري او د تشویق لپاره او هم د زیربنا د تقویه لپاره د منځکې موته په مناسب قیمت را باندې خرڅ کی او یا طویل مدت قراردادونه سره وشي. اگر زمین از خود ما باشد، امارت اسلامی با ما همکاری بکنه، وزارت صاحبه هم که ما همکاری بکنه و زمین ها را به ما به اختیار ما بگذاره، ما اضافه تر از صدها میلیون دلار بالای سرمایه گذاری میکنیم. در همین حال مسئولان وزارت صنعت و تجارت با تایید این مشکلات از تلاش‌ها برای حل آن اطمینان می‌دهند. وزارت صنعت و تجارت از تمام سرمایه‌گذاران حمایت همه‌جانبه خود را دارد و در بخش توزیع زمین هم ما همکاری داریم و ان شاءالله با زودی و بعد از تایید رهبری امارت اسلامی افغانستان توزیع زمین هم شروع خواهد شد تا سرمایه‌گذاران ما بتوانند در بخش‌های مختلف به کار خود بدون کدام مشکل ادامه دهند. از سوی هم کارشناسان اقتصادی به این باورند که اگر وزارت صنعت و تجارت در بخش فراهم ساختن تسهیلات به سرمایه‌گذاران کوتاهی کند، روند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در کشور با چالش جدی روبرو خواهد شد. الحمدلله دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده او ملي پانګه ده. نو د دې لپاره زموږ د موجوده او سکتوري وزارتونو ته پکار ده چې دغه شرکتونو قوي ملاتړ وکړي او دوی ته ډیره زیاته توجه وکړي. اعضای سکتور خصوصی میگویند که اگر وزارت صنعت و تجارت مشکلات تولید کنندگان و صنعتگران کشور را حل کند، همزمان با توسعه سرمایه‌گذاری در کشور، نرخ بیکاری نیز کاهش خواهد یافت.